سلام بیننده عزیز، سرخط خبرها از رادیو آزادی. وزیر کارهای داخلی گفت قتل شهرت اسمت اللهیف پررا اثبات شده است. واردات ماشین‌های کهنه را از ماه اکتبر امسال منع می‌کنند. نمایندگان قرقیزستان به تاجیکستان آمدند و یک هفته با مقامات تاجیک گفتگو کردند. وقت برنامه را از خبری از اوکراین شروع می‌کنیم. در نتیجه حمله نیروهای روسیه در شهر جنوبی زاپاروژیه اوکراین یک نفر کشته و کمش 14 کسی دیگر جراحت برداشت. به قول منصبداران اوکراینی 10 آگوست در سراسر جبهه مقاومت برخوردهای وزنین ادامه داشتند و مقامات ساکنان چندین محله شرق اوکراین را اجباراً به جایهای امن انتقال دادند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی ابراز داشت که در زاپاروژیه یک بینا از موشک روسیه آتش گرفت. زلنسکی در شبکه اجتماعی تلگرام نواری را نشر نموده خاطر نشان کرده است که یک شب پیش در نزد مهمانخانه زاپاروژیه بر اثر ضربه موشکی روسیه 3 نفر به هلاکت رسیده، 6 کس دیگر زخمی شده است. رئیس این ولایت یوری مالاشنکو میگوید در مکان حمله روسیه یگان هدف نظامی جایگیر نمی باشد و هنگام پرتاب موشک منطقه سیرودن بوده است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت به قتل رسیدن شهرت اسمت الله زاده معاون اول رئیس آریان بانک پررا اثبات شده است. بانکری تاجیک شام 23 ایون ناپدید شد و مقامات گفتند گروه جنایتکار او را ربوده کشتند. جسد او هنوز پیدا نشده است و مقامات شرح ندادند که وقتی جسد نیست به کدام اساس قتل شدن او را اثبات کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت در ربودن او 2 کارمند سابق میلیسا دست داشت. او از میلیساهای سابق نام نبرد ولی قبلا مقامات گفته بودند که رستم اشوروف و دلشاد سعید مرادوف 2 نفری که در ربودن بانکیر دست داشتند در گذشته کارمند وزارت کارهای داخلی بودند. رستم اشوروف در فرودگاه مولداوا هنگام فرار از تاجیکستان کشته شد و هنوز دلشاد سعید مرادوف بازداشت نشده است. خبرنگاران پرسیدند که آوازه هست دلشاد به گروه زرخریدان واگنر در روسیه پیوسته است ولی وزیر گفت این اساس ندارد ولی در کجا بودن او را نیز شرح نداد. دادستانی کل تاجیکستان اعلام کرد که در ربودن و قتل شهرت اسمت الله زاده 15 نفر دست داشت که 13 نفر آنها بازداشت شدند. خدمات گمرک تاجیکستان گفت از ماه اکتبر امسال به ساکنان اجازه نمی‌دهد که ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را به کشور وارد کنند. حکومت تاجیکستان قرار صادر کرد که از سال 2024 آوردن ماشین‌هایی که تا سال 2013 استحصال شده‌اند منع کرده شود. مقامات میگویند تا پایان سال 2023 ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 که علاقه در داخل کشور هستند رسمیات گمرکی میشوند ولی از ماه اکتبر از خارج وارد کردن آنها منع خواهد شد. خورشید کریمزاده سردار خدمات گمرک تاجیکستان امروز در نشست مطبوعاتی گفت در اداره‌های گمرک در مارس تا 2 اکتبر امسال اجازه وارد ماشین‌های کهنه داده خواهد شد. از این بابت تنها ماشین‌های وارد تاجیکستان خواهند شد که مهلت استحصالشان تا 10 سال است. در شرح قرار منع واردات ماشین‌های کهنه گفته شده است هدف از این اقدام بهتر گردیدن صفت خدمت رسانی، پیشگیری صدمه‌های نقلیاتی، حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب‌ها به هوا است. برخی رانندگان بر این نظرند که افزایش صدمه‌های مرگبار ربطی به سال تولید ماشین ندارد و این بیشتر به سود تاجران و افراد دارا خواهد بود. ای هموطن عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. نماینده‌های قرقیزستان یک هفته در دوشنبه با مقامات تاجیک درباره تعیین و علامتگذاری مرز گفتگو کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که ملاقات 2 جانبه از 4 تا 10 آگوست دوام داشت. با گفته مقامات جانب‌ها در فضای دوستی و همدیگر فهمی سند امضا کردند ولی شرح دادن نشده است که آنها در تعیین و علامتگذاری مرز به کجا رسیدند.
تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارند و بیش از 300 کیلومتر آن هنوز علامتگذاری نشده است. در 2 سال گذشته در مرز دو کشور چند مناقشه خونین رخ داد. در گذشته بارها دعوا سر دسترسی به زمین و چراگاه‌ها، منبع‌های آب و دیگر منابع باعث سر زدن اختلاف‌ها میان ساکنان نزد مرزی از جلب نظامیان از هر دو طرف شده است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت‌های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است و مرز قرقیزستان بر روی شهروندان تاجیکستان بسته باقی می‌ماند. بانک ملی تاجیکستان گفته است که ساکنان در بانک‌های کشور بیشتر پس‌انداز گذاشتند. روز 11 اوگوست مسئولان بانک ملی در نشست مطبوعاتی گفتند که در بانک‌های کشور 17 میلیارد سامانی ساکنان پس‌انداز نگهداری کردند که تقریباً 50% بیشتر از سال گذشته است. آنها این آمار را اعتماد مردم به بانک‌ها گفتند. در 10 سال اخیر هزاران ساکن تاجیکستان نتوانستند پس‌اندازهای خود را از بانک‌ها بگیرند. 4 بانک تاجیکستان مفلس شد و ساکنان سالها برای پس گرفتن پس‌انداز خود از بانک‌ها تلاش کردند. کارشناسان آمار بانک ملی را تبلیغ می‌دانند و می‌گویند ساکنان اعتماد خود را از بانک‌ها از دست دادند و دوباره به دست آوردن اعتماد کاری 1 سال و 2 سال نیست. چون معمول در پایان برنامه برایتان قرب اسعار را میگوییم. بانک ملی تاجیکستان برای روز 11 اوگوست قرب $1 آمریکایی را 10 سامانی و 94 دیرم، 1 یورو را 12 سامانی و 5 دیرم و 1000 روبل روسی را 112 سامانی و 30 دیرم مقرر کرده است. در بانک‌های تجارتی امکان دارد که قرب کمی فرق کند. با همین برنامه ما به پایان رسید و شما را با خبر و گزارش‌های بیشتر ساعت 18 به وقت دوشنبه و ساعت 16 به وقت مسکو در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. خدا نگهدار.